بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. السلام علیکم دوستان عزیز. امروز حدیثمان باب در بیان مکروه بودن روزه گرفتن در روز جمعه تنها، یعنی روز جمعه را تنها روزه گرفتن مکروه است. عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. در این حدیث که ابو هریره، این صحابی بزرگوار الله تعالی از ایشان راضی باد، روایت میکند که از رسول اکرم علیه السلام گفتند: مخصوص نگردانید شب جمعه را به قیام، یعنی به عبادت از بین شبهای دیگری هفته، و مخصوص نگردانید روز جمعه را به روزه گرفتند از بین روزهای هفته، مگر شخصی که روزه میگیرد روزه را که همیشه روزه میگرفت. از این حدیث فهمیده می شود که انسان نباید شب جمعه شب زنده‌داری کند، یعنی مخصوص گرداند شب جمعه را برای عبادت کردن و ذکر کردن و تسبیح گفتن و نماز شب خواندن نسبت دیگر شب‌های هفته زیادتر، و یا اینکه روز جمعه را روزه بگیرد تنها بغیر یک جای کردن با روز پنجشنبه یا که روز شنبه، یعنی طاق روزه نگیرد، زیرا این خلاف شود به یهود و نصارا. زیرا یهود روز شنبه را مخصوص گردانیدند، روز بزرگ گفته عبادت میکنند در روز شنبه تنها، و نصارا باشد روز یکشنبه را روز بزرگ گفته در اون روز یکشنبه ما و شما میبینیم که معبدهاشون، کلیساهاشون میروند عبادت میکنند. به همین خاطر رسول اکرم علیه السلام ما و مسلمان ها را منع کردند که روز جمعه را مثل که اونها روزهای دیگر هفته را شنبه و یکشنبه را به خاطر بزرگ داشتنشان مخصوص گردانیدند طاق، ما را منع کردند که روز جمعه را طاق به عبادت کردن مشغول شویم و دیگر روزها را همراهش یک خیل عبادت نکنیم، زیرا خلاف بر یهود و نصارا شود. اگرچه روز جمعه برای مسلمان ها روز بزرگ است که حدیث های در این باره وارد شده است. سوره هم داریم ما در قرآن به نام سوره جمعه سوره است. با وجود همین هم به خاطر خلاف کردن بر یهود و نصارا باید مؤمن یا روز پنجشنبه و جمعه را یک جای روزه بگیرد، یا که روز جمعه را با روز شنبه یک جای کرده روزه بگیرد، مگر شخصی که یک روز روزه میگرفت یک روز روزش میخورد مثل داوود علیه السلام، اون نفر اگر روز پنجشنبه افطار کرده بود میتونه به راحتی روز جمعه را روزه بگیرد، زیرا که برنامه روزانه اون بنده همین خیل میرود. یا شخصی که قصد داشت نظر، یک نظر گفت من میکنم، مثلا روز پنجشنبه گفت که من فردا یک گوسفند میکشم به خاطر کدام کارش، نظر واجب، یا که به خاطر یک نظر دیگر که گفت من فردا روزه میگیرم، اگر همون روز در روز جمعه آمد اون انسان میتونه روزش بگیرد. اما غیر این به خاطر روزه نفل تنها روز جمعه را بدون پیوست کردن با یکی از روزهای پیشش یا که روزی بعدش روزه گرفتن رسول اکرم علیه السلام ما را منع کردند. الله جل جلاله پیروی از قرآن و سنت پیامبرش علیه السلام برای ما نصیب و روزی گرداند. بارک الله فیکم.